دانشمندان علیه جمهوری اسلامی ایران گفت دستگاه‌های جاسوسی غرب دامنه حملات سایبری ضد کشورمان را گسترش دادند. وزیر اطلاعات همچنین از شناسایی و دستگیری سرشبکه عوامل ترور دانشمندان هسته‌ای ایران خبر داد. در چهارمین نشست تخصصی حقوق بشر حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در سخنان خود از تلاش سرویس‌های جاسوسی برای حملات سایبری به ایران بعد از مذاکرات مسکو پرده برداشت. وی افزود امریکا و رژیم صهیونیستی به همراه سرویس MI6 این عملیات را طراحی کردند. آنها هنوز هم دنبال اجرای این طرح خود هستند، اما اقدامات مقابله لازم را انجام داده ایم. وزیر اطلاعات در ادامه به جنگ نرم علیه ایران که به صورت چند وجهی و با رویکردهای مختلف دنبال می شود اشاره کرد و افزود امروز حقوق بشر در جنگ روانی رسانه‌ها به دستاویز قدرت‌ها مبدل شده. معالوضع ضروری است جهت نیل به تحلیل کارکرد حقوق بشر در نظم موجود جهانی تأثیرگذاری آن را از دریچه‌های رسانه، مشروعیت بخشی اقدامات صاحبان قدرت و تحریم موشکافی کرد. غرب با در دست داشتن فیزیک و فضای گفتمان حاکم بر سازمان ملل و به کارگیری رسانه و بازیگران غیر دولتی توانسته است اصلی ترین بازیگر اصلی عرصه بین الملل حقوق بشر باشه و با توسل به تطمیع مالی و تهدید سیاسی کشورهای غیر مستقل به پیشبرد اهداف استکباری خودش دست پیدا کنه. همچنین رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در سخنانی گفت امروز ایران قوی ترین و مؤثرترین کشور خاورمیانه است و نهادهای اطلاعاتی در نظام با تمام توان با هر گونه سرنخی که در زمینه تعرض نظامی به کشور به دست بیاورند مقابله می کنند. نظام ما عزم جزم دارد که دستگاه قضاییش با کسانی که بر علیه امنیت ملی کار میکنند برخورد قاطع، سریع و شدید داشته باشه. نظام ما عزم جزم دارد که اجازه ندهد برخوردی که با مخلان به امنیت ملی و تروریست های با طعم حقوق بشری که آدمکشن اسم خودشون رو مدافع حقوق بشر گذاشتن، اجازه نباید بدیم میدان حقوق بشری در این زمینه مورد سوء استفاده اونها قرار بگیره. وی افزود امروز استفاده از اهرم تروریست